من تابع سام و سام ایفز رو یاد گرفتم. یعنی اگر الان بیان به من بگن آقا تعداد فروش پنکه، ببینید بچه ها، من یه سری جنس دارم، یه سری کالا دارم در مناطق چهارگانه تهران، یه سری فروش داشته. اگه یه نفر بیاد به من بگه پنکه در کل تهران، یعنی اصلا فکر کن ستون مناطق وجود ندارد، پنکه در کل تهران، یعنی بیا پنکه ها رو پیدا کن، عدد جلوش رو با هم جمع بزن. از تابع سام ایف استفاده میکنم چون فقط یه شرط دارم، فقط با پنکه رو اینجا پیدا کنم جمعشو بزنم. اگر گفتند پنکه رو در مثلا منطقه شمال جمع بزن، سام ایفز، چون بیشتر از یک شرط دارم. بچه یک کار دیگه میتونم بکنم که خوراک گزارشگیری ها هست. تو منوی اینسرت گزینه‌ای دارید به نام پیوت تیبل. درست شد؟ جمع تمام اینا رو که گفتم براتون میزنه، حتی جمع کل رو میزنه به تفکیک کالا منطقه. اولا که انتخاب میکنید محدودتون رو، بعد میرید تو منوی اینسرت روی پیوت تیبل کلیک میفرمایید. تو پنجره که باز شده Select a table or range میگه جدول یا محدودت رو انتخاب بکن، که انتخابم کردیم، نیاز به کار خاصی اینجا ندارید. می توانید use an external data source، اینو تیک بزنید و حالا از یک شیت دیگه، از یک فایل دیگه، یعنی از خارج از این شیت داده هاتون رو بیارید. این پایین میگه کجا برات پیوت تیبل رو درست بکنم، نیو ورکشیت، توی شیت جدید برات درست کنم یا اگزیتینگ ورکشیت، همین شیتی که الان داری باش کار میکنی. منم اگزیتینگ ورکشیت رو تیک میزنم. درست شد؟ پس کار خاصی انجام ندادم، داده هام رو انتخاب کردم، رفتم تو منوی اینسرت روی پیوت تیبل کلیک کردم، تو پنجره‌ای که باز شد گذاشتم روی اگزیتینگ ورکشیت، یعنی همین جایی که الان هست. حالا توی این کادر لوکیشن چپ کلیک میکنم، باید بهش بگم از کجا شروع کن. روی یکی از این سلولا، روی یکی از این خونه ها یه چپ کلیکی میکنم، میخوام بگم از اینجا شروع کن، پیوت تیبل رو رسم کن، ایجادش کن. خودش آدرسشو مینویسه بچه، خودش آدرسشو نوشت. حله، من فقط اوکی میزنم. به محض اینکه اوکی بزنید نگاه پیوت تیبل از اینجا شروع شد. در قسمت سمت راست شیتتون پیوت تیبل فیلد باز شده. روز یعنی ردیف ها، کالمز یعنی ستون ها. نام کالا رو با چپ کلیک میگیرم، میارم میذارم زیر مجموعه ردیف های من، اینجا رها میکنم. یعنی ردیف ها تو پیوت تیبل شده نام کالاها. میبینید ردیف اتو، ردیف پنکه، سشوار، کولر. پس نام کالا رو با چپ کلیک گرفتم، آوردم انداختم زیر ردیف ها. منطقه رو با چپ کلیک نگه میدارم، میارم میذارم زیر کالمز، ستون ها. بیا نگاه، ستون های من در پیوت تیبل شده مناطق شرق و شمال و جنوب و غرب و اینا. ببینید درست شد؟ چیزی که قرار روش جمع زده بشه، عملیات انجام بشه، باید بیارید بندازید زیر مجموعه ولیو که میزان فروشه. میزان فروش رو با چپ کلیک میگیرم، میارم میندازم زیر مجموعه ولیو که خودش عملیات جمع روش انجامه. ببینید چقدر قشنگ جمع زده. داره میگه اتو تو جنوب انقدر فروخته، تو شرق انقدر، تو شمال فروش نداشته، تو غرب 7، توتال جمع کل فروش اتو شده 67. پنکه تو جنوب که نداشته، تو ببین به تفکیک مناطق اینجا نوشته. مثل این میمونه که شما سام ایفز رو روش زدی، بعد جمع کلش هم نوشته، سام ایف هم نوشته. نگاه موسم روش قرار میدی توضیحاتش میاد. نگاه نوشته 174 تا پنکه فروخته.
بچه جالب، به تفکیک منطقه هم هست. یعنی جنوب 21 فروش داشته، شرق 93 تا فروش داشته. تو یعنی اگه رئیس اومد گفت آقا تو منطقه شمال چقدر جنس ها فروش رفته، میگم 100. تو منطقه غرب چقدر فروش داشتیم، 393 تا. آقا جمع کل تمام این داده های من چند تا است؟ فروش من 607 تا. کل سشوارا چقدره؟ سشوار کلش 320 تا. تو شرق چقدر سشوار فروختیم؟ سشوار توی شرق 34 تا. چه قشنگ. حالا حتی میتونید بهترش هم بکنید، یعنی منطقه رو بگیرید با چپ کلیک، اینم بیارید زیر مجموعه نام کالا، یعنی هم نام کالا هم مناطق شما بشه روز، ردیف های شما. نگاه همش رفت تو ردیف. بعد یه منها این ببین کنارشه، بزنی جمع میشه، روی این به اضافه بزنی باز میشه لیستش. خب رئیس میاد میگه آقا پنکه چقدر فروختی؟ میگم آقا پنکه 174 تا. میگی تو چه منطقه‌ای؟ این به اضافه رو میزنی لیستش باز میشه. تو شرق 20 تا، تو شمال 100 تا، تو غرب 54 تا. دمت گرم. سشوار چقدر فروختی؟ سشوار 320 تا. کجاها؟ تو چه مناطقی؟ به اضافهشو میزنم، تو شرق و غرب فقط فروختم انقدر. حله جمع کل داده ها مثل کتابه سام رو زدی. این اشانه 607. چه بار؟ اوکیه؟ در صورتی که این فیلد هاتون رفت سمت راست، میتونید روی فیلد لیست کلیک بفرمایید تا باز بشه. گرفتی چی شد؟ 2 تا منو اومده بچه ها. تو منوی دیزاین اون در واقع سبک و رنگ این پیوت تیبلتون رو میتونید تغییر بدید. حالا یه سری کارهای دیگه دارید که اینا بحث تخصصیه، براتون کلیپ جداشو درست میکنم میذارم تو یوتیوب، و میتونید اینجا هم تو قسمت آنالایز یه سری کارهای رو خود پیوت تیبل انجام بدید. از اینسرت اسلایسر هم میتونید استفاده بکنید. اینسرت اسلایسر توی جدول بهتون گفتم یکی نوع فیلتره، فیلتر گرافیکیه. یعنی من میگم نام کالا و مثلا منطقه رو برای من فیلتر بکن، به صورت گرافیکی اینجا برای شما فیلترش میکنه. رو اتو کلیک بکنم فقط اتو رو بهم نشون میده. تو شرق چقدر فروش داشته ببین اینجا داره بهت نشون میده. اوکیه؟ خب با راست کلیکات میتونم برش دارم. اینم از پیوت تیبل. خیلی تو گزارش گیری ها بچه ها کمکتون میکنه. شما گفتید که ما اول متنم رو انتخاب میکنیم، بعد روی پیوت تیبل میزنیم، بله. داخل یه منطقه مثلا هر خونه رو که خودمون به دلخواه بزنیم، بله خودش اون به سمت راسته میارتش، درسته؟ بعد نام کالا و منطقه و میزان فروش رو جایگذاری میکنیم که میخوایم به چه صورت بشه، درسته؟ بله. وقتی که انتخابش کردید محدودتون رو، میرید توی منوی اینسرت، روی پیوت تیبل چپ کلیک میفرمایید. تو پنجره‌ای که باز میشه فقط اینجا که نوشته Exiting Worksheet یه چپ کلیک تو این دایره میکنید. بعد میگی یعنی تو همین شیته میخوام درست بکنم. بعد یه کلیک هم اینجا تو لوکیشن میکنید، آدرس با بهش بدی از کجا شروع کن. روی یکی از این خونه ها کلیک میکنه، خودش آدرسشو مینویسه. اوکی میکنید. Use an external data source میتونید از بیرون، یعنی از بیرون این شیت، حالا از یه فایل دیگه، از یه شیت دیگه، آره، اطلاعات وارد بکنید. بعد تو فیلدی که باز شد پیوت تیبل فیلد، نام کالا رو میتونی بکشی بندازی زیر مجموعه ستون هات یا ردیف هات، فرقی نداره. منطقه رو میتونی بندازی زیر مجموعه ستون ها، یا حتی میتونی بکشی بیار بذاری زیر مجموعه نام کالا که هم نام کالا هم مناطق به صورت ردیف در بیاد. میزان فروشم گفتم چیزی که قراره عملیات روش انجام بشه، جمع زده بشه، باید بگیری بیار زیر مجموعه ولیو رها کنی. درست شد؟ اینم پیوت تیبل.
خب به نام خدا، من یه سری داده دارم بچه، نام، کد 1، حقوق، کد پرسنلی، کد ملی، کد شناسنامه، حالا هرچی. داده هام هم زیاده. وقتی که تو صفحه اول هستم میبینم که بله این کد چیه، مثلا حقوقه، این عدد چیه، کد 2 هست. پس تو صفحه اول دارم میبینم این عناوین و سرستون هامو، ولی وقتی میرم پایین دیگه الان نمیدونم مثلا بر فرض مثال این کدومش بوده. درست شد؟ باید برم دوباره ردیف اولم، سطر اولم تو ببینم. ببینید به این صورت جیگرخونی داره. میتونم یه کار دیگه بکنم، میتونم سطر اول رو ثابت همینجا سر جاش نگه دارم، فریزش کنم، همینجا منجمدش کنم که وقتی صفحات رد میشه اون همین ردیف بمونه، همینجا باقی بمونه. نه نخوام برای دیدن که این عدد چی بود برم بالا ببینم چی بود، کد 1 بود. درسته؟ پس این ردیفه همینجا بمونه، وقتی رد میشه ثابت همینجا بمونه. خب تشریف میبرید تو تب ویو، گزینه فریز پین، اینو میزنید. فریز پین اون جاهایی که شما انتخاب کردید رو براتون فریز میکنه. فریز تاپ رو، بالاترین ردیف رو برای شما فریز میکنه. فریز فرست کالم، اولین ستون رو برای شما فریز میکنه. من الان ردیف اول رو انتخاب کردم، هم میتونم از این گزینه فریزش کنم هم از این گزینه، فرقی نداره، یعنی هم جایی که انتخاب کردم هم اولین ردیف. بفرمایید ردیف اول من توی اکسل فریز شد تا آخر. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی که صفحات رو رد میکنم این نام، کد 1، حقوق، کد، این سرستون هم اینجا ثابت وایساده. ببینید حتی پایینم که برم، صفحات پایینم که ببینم راحت میدونم این عدده کد 2 هست، این کد پرسنلیه. این ردیف ثابت همینجا یخ زد سر جاش، منجمد شد، فریز شد. حله؟ اگرم که بخواید از حالت فریز درش بیارید، مجدد میرید تو منوی ویو، گزینه فریز پین رو باز میکنید و آن فریز پین رو میزنید تا از حالت فریز خارج بشه. حله؟ اینم از این.